دوستان نازنین، اتفاق اخیری که در دنیای مبارزات و دادخواهی های انسانی و حقوق بشری اتفاق افتاد، ایستاده شدن یک عضو خانواده بزرگ LGBTQ افغانستان که مهره بارگزای نام داشت و خودم مهره فبی میخوانه در سویدن مالمو. این اتفاق اخیر باعث شد که من به فکر ازی بیفتم که یک کلیپ در این مورد، یک کلیپ تا جای معلوماتی در این مورد در میان بگذارم با شما. من فکر میکنم که جامعه تک جنسیتی و دو جنسی حاکم در دنیای امروز، مخصوصا در افغانستان که عبارت از استریت ها هستن و یا ما و شما، زنان و مردان، ایجاب میکنه که تا ما در این مورد بیشتر صحبت بکنیم و در این مورد حرفای بیشتر و تبادل نظر بیشتری داشته باشیم. بابت این که ما با یک طیف نزدیک به 10 میلیون نفر LGBTQ در افغانستان روبرو هستیم. آمار ارقام رسمی اینا را حدود 1 تا 2 میلیون نشان میده، ولی از آنجایی که LGBTQ در افغانستان یک طیف پنهان هست و هنوز اینا توانایی زیر پیدا نکردن یا جرأت زیر پیدا نکردن که خودشان آشکار بکنن و خود نشان میدن بر ما شما. اما آماری که در دنیا وجود داره که در یک خانواده به صورت نرمال چند کودک LGBTQ تولد میشه و چند کودک استریت تولد میشه، این آمار اگر ما این آمار انطباق بدیم در نفوس نزدیک به 40 میلیون افغانستان، ما 10 میلیون دگرباش جنسی و یا LGBTQ رو در افغانستان داریم. از اون لحاظ من فکر میکنم که صحبت در این مورد به جای نیست. من میخوایم یک کمک اول در مورد تاریخ یا تاریخچه ظهور یا خود نشان دادن یا اعلان هویت و اعلان حضور LGBTQ ها اول در این مورد صحبت بکنم. این حرکات از 1920 آغاز میشه و در فکر میکنم تا 1990 ادامه پیدا میکنه. از 20 تا 90 شما حساب بکنین 80 سال این طیف مبارزه میکنن در دنیا. از 1920 تا 1930 تلاش میکنن که فقط یک طیف لزبیان های خانواده بزرگ LGBTQ ابراز هویت بکنه و خودشون نشان بده که کی هستن و چنانچه اینا در قدم های اول یا در امون نگاه اولیه جامعه به این طیف، اینا همه به نام گی یاد میشدن. همه که مثل چنانچه که ما شما کلگی خونسا میگیم کلشانه و یا همگی از اینا را به نام لوات یاد میکنیم یا همگیشان به نام ایزک یاد میکنیم، یعنی کلشان خمیر میکنیم، یک نام سرش میمانیم. در جوامع ابتدایی اجتماعی هم در سالهای پیش، یکی 2 قرن پیش هم جامعه اجتماعی همینطوری حرکت میکرده و در ادبیات فقط جای برای گی داشتن. ولی لزبیان ها میگه که ما طیف جدا از گی ها هستیم، چنانچه گی ها هم جنسگرایان مرد هستند و لزبیان ها هم جنسگرایان زن هستند در دنیا. آهسته آهسته یعنی بعد از اینکه مبارزات از اینا 1 قرن طول میکشه، در سالهای از 50 تا 80 اینا از گی به لزبیان و بایسکچوال ها ارتقا پیدا میکنن، یعنی تعداد بیشتر از این خانواده شناخته میشه، اعضای بیشتر از این خانواده شناخته میشه. همیست که در 1990 بالاخره به صورت رسمی و به صورت علمی این طیف وارد ادبیات جامعه شناسی انسان شناسی میشه، روش بحث صورت میگیره در کانسپت ها، در مقالات، در تحقیقات، در همه جا از این طیف به عنوان LGB یادآوری میشه. البته این اتفاق در 1990 میفته. اولین
گرد همایی بسیار بزرگ و در سطح نیمه جهانیش در 11 اکتبر 1988 اتفاق میفته که این روز به نام روز NCOD یاد میکنن. روز NCOD عبارت از، یعنی معنای این روز عبارت از روز برآمدن از صندوق است. صندوق یعنی همون پنهانگاه یا پنهانجا. این روزی است که توسط رابرت آیچزبرگ و اولری رقم میخورن. 2 مرد است یا 2 زن است، یا 1 مرد و 1 زن است. خب البته جنسیتشان در تاریخ بسیار واضح نیست که هویت جنسیشان چی است، یعنی خود معرفی نکردن، ولی اینا در 11 اکتبر 1988 روز NCOD را رقم میزنن و اینا از پوشه یا لایه پنهان زندگیشون بیرون میاین. اینا وقتی که بیرون میاین در هم روز دادخواهی فقط خواستار حمایت این طیف انسانی در بین استریت ها میشن. البته من هی دارم از کلمه استریت استفاده میکنم، شاید بگین که استریت چی است. استریت ما هستم، شما هستین. همین طیف جنسیتی حاکمه که ما فقط زنان و مردان میدانیم، برشان قانون ساختیم، برشان جای تأثیر و زندگی و خورد و خواب درست کردیم، کتاب قانون اساسی رو برشان ساختیم، تمام حقوق برشان یا مساویانه یا غیر مساویانه تقسیم کردیم. جنگ و صلح در دنیا رقم میزنیم، دنیا را یا خراب میکنیم یا آباد میکنیم. همین جنس به نام جنس استریت یاد میکنن. این طیف در روز جهانی بیرون آمدن از صندوق و یا بیرون آمدن از پوشه، اینا خواستار حمایت این طیف انسانی شدن. اینا خود به عنوان یک طیف انسانی معرفی کردن و از تمام استریت ها خواستن که اینا دیگه نباید پنهان زندگی بکنن و نباید شما اینا را بترسانین، آزار اذیت بکنین و یا حذف کرده در انزوا قرار بدین. همچنان اینا در همین روز از جامعه LGBTQ ها هم خواستن که دیگه پنهان نباشن و اینا در راستای آزادی تا رسیدن به یک زندگی انسانی برابر، تا رسیدن به کرامت انسانی و حقوق مساوی با بقیه انسان ها، اینا باید بیرون بیان، کار بکنن و مبارزه بکنن و ترس اینا از آشکار کردن خودشان و هویت هایشان نداشته باشن. همین است که در همه ساله حال در ماه جنوری بیشتر در امریکا ولی معمولا در کشورهای پیشرفته مارش میکنن، یعنی می طیف LGBTQ یا خانواده LGBTQ مارش میکنن و اینا خواستار کرامت انسانی و حقوق برابر و حق دیده شدن بدون تحقیر و خشونت از جامعه دارن. چرا این کلیپ؟ من پیشتر هم یادآوری کردم که خب اولین چیزی که مرا واداشت که یک کار برای خیمه تحسن LGBTQ افغانستان که خانم مورا فابی ترانسجندر افغان را اندازی کرده باشم از راه دور، چنانچه نمیشه که کار دیگه کرد متاسفانه. در پلوی بحث من میخواستم یک موضوع بسیار بسیار مهمه با عنوان چرایی این کلیپ و یا نیاز به نشر این کلیپ بر شما بگویم یا ارائه کنم. این که ما امروز جهان در یک پوشه از اخبار، از نشر و پخش اخبار و یا رسانه قرار داره. رسانه صوتی، تصویری، مجازی، چاپی و این بس از طریق اینترنت در تمام دنیا و شبکه پخش میشه. شما در هر جای دنیا که باشین از دورترین نقاط روی زمین خبر میشین که مثلا یک دختری در کجا مرد و یک بچه‌ای در کجا تجاوز شد و یا خانه‌ای در کجا را سیل برد. این در عقب افتاده ترین مکانهای روی زمین شما از همدیگه خبر میشین و اطلاع حاصل میکنین. این از ناشی از جهانی شدن اخبار است. پوشش رسانه‌ای هم که میفهمین که وسیع هست و جای دیگه باقی نمانده که او را پوشش نداده باشن. چنانچه در افغانستان هم اگه یادتان باشه اولین چیزی که آیساف میدادم رادیو بود که رادیو در قرى و قصابات کار میکرد و این رادیو بسیار جالب بود که اندلم میزد، از آفتابم انرژی میگرفت و بطری هم میخورد. یعنی در هر حالتی که به قلت انرژی روبرو میشد بازو باز یک راه دیگه میتونستی فعال بسازیش و خبر گوش کنی.
همچنان بحث سفر هست که امروز امکانات سفر به وسیله وسایل نقل و انتقال سری و سیر مثل طیاره، کشتی، موتر و بقیه انتقالات، انسان از یک نقطه جهان به نقطه دیگه جهان سفر میکنه، حرکت میکنه. ما در عصر مهاجرت هستیم. مهاجرت ها خودش باعث شده که انسان ها از یک نقطه به نقطه دیگه برن، از یک جای بسیار فقیر، دور افتاده، جنگ زده برن به یک کشور بسیار پیشرفته که در اونجا راجع به خیلی از فکت ها، نکات و کنجکاوی های انسان تحقیق شده و چیزهای نو بیرون آورده شده. همچنان رایج شدن تحصیلات عالی در سر تا سر دنیا، این خود تحصیلات عالی هم باعث میشه که ما یک سری اطلاعات جدیدی را از علم و شناخت انسان به دست بیاریم. اما یک چیزی به نام نظام وجود داره که در پوشه اون نظام یک سیستم تطبیق میشه و اون سیستم توسط یک دولت اداره میشه و دولت از خود یک حکومت داره. البته حکومت مردم به نام دولت یاد میکنن و این مردم از خود فرهنگ و یک سلسله عنعنات، رسوم و سنت هایی داره. این ارزش ها، فرهنگ، رسوم و سنت ها باز در کشور ما در افغانستان بیس مذهبی داره یا اساس یا ریشه مذهبی داره. ما بیشتر کلیپ ما برای افغان هاست و برای افغانستان و LGBTQIش دارم صحبت میکنیم. از این لحاظ سیستمی که در افغانستان وجود دارد، تمام اطلاعاتی که در دنیا درست پاک شسته رفته با ثبوت اسناد درست میشه. این وقتی که در سیستم افغانستان وارد میشه، نظامی را تلاش می از سانسور آغاز میکنه. نظام چرا سانسور آغاز میکنه؟ به خاطر که دولت یک بخش بزرگش مردم است، باز حکومت نوکر مردم است و حکومت به خاطر حفظ جایگاه خود، حفظ چوکی خود، مقام خود، رأی خود مجبور است که به دول مردم برسد. مردم به اساس فرهنگ و ارزش‌ها و سنت‌هایشان باز چیزهایی را امر میکنن به حکومتشان که باز به دولت میره، باز به نظام، باز به سیستم تبدیل میشه. این ارزش‌ها و فرهنگ‌ها را مردم از کجا میکنن؟ مردم از دین گرفتن. ما 450 سال است که ما این چیزها را از دین بیرون میاریم و هر آن چیزی که ما قبلا داشتیم در پوشه دین میندازیم، از او صافه یا از او غربال بیرون میکنیم و بعد از او بخورده یا امر میکنیم به خورد سیاستمدارای قدرتمندای خود میدیم که اونا باز پیاده بکنن. اینی چرخه باعث میشه که ما یک سلسله اطلاعات بسیار کلان، علمی، دانشی، پژوهشی در مورد شناخت انسان، هر حوزه‌اش که باشه، هر حوزه روانی، حوزه جسمی، جنسی، عدالت و همه بحث‌هایی را که امروز در دنیا به وجود آمده را ما به صورت ناقص به خورد مردم بدیم و مردم همچون چیزهای ناقص را دوست داشته باشن. این چطور اتفاق میفته؟ اخباری که وارد میشه، این اخبار به صورت نادرست پخش میکنن. تعاریف بسیار مبهم میتن از هر بحث. مثلا بحث LGBTQ رو در نظر بگیرم. تعریفی که از LGBTQ در افغانستان در طی سالها حداقل 80 سال اخیر دادن یک تعریف مبهم است. LGBTQ را کلگی ما شما ایزک میگیم. LGBTQ ها را ما کل ما یا میگیم خونسا. LGBTQ ها را ما همه یا میگیم که نامرد، نمیفهمم، عیاش و لواط، لوتی، نامهای بسیار عجیب و غریبی را روی همه میگذاریم و این از خاطر تعریف مبهم است که این بحث شده. تعصبات جنسیتی که وجود داره، تعصب جنسیتی از حاکمیت ما استریت ها، یعنی ما زنان و ما مردانی که خالص احساس میکنیم فقط ما در دنیا حاکم هستیم، ما را خدا فقط خلق کرده و ما جنسیت درست و نرمال و سالم هستیم. این تعصب از این خودخواهی و از این دیکتاتوری جنسی و جنسیتی ما بیرون میاد. ما این تعصب رو میبریم داخل جامعه و تلاش میکنیم که این طیف مثلا 10% جامعه یا 20% جامعه و در خیلی جاها 50% جامعه ما تلاش کنیم حذف بکنیم تا میدان رقابت ما خالی تر شود. همچنان
چنانچه من این چرخه ناقص را تعریف کردم، ما با ممنوع بودن تدریس اطلاعات درست هم روبرو هستیم که اطلاعات درستی که در دنیا وجود داره ما منع هستیم، ما اجازه نداریم که تدریس بکنیم در کودکستان ها، در مکاتب، در دانشگاه ها، از طریق رسانه ها و هر منبعی که میتونه یک دانشگاه کوچک، یک مکتب کوچک، یک کورس برای یک انسان و فهمش، بالا بردن فهمش باشه، ما ممنوع هستیم و نمیتونیم اطلاعات جنسی و جنسیتی را فرزند درمی بس ما به خورد مردم بدیم. و این خودش این وضعیت باعث چی شده که ما یک جامعه ناآگاه و یا کم آگاه و یا ناقص آگاهی را، یعنی آگاهی دارن آگاهی ناقص در جامعه شکل بدیم و بالاخره ما باعث زیر پا کردن، پامال شدن و یا شکل دهی یک طیفی از جامعه که طبیعی هستند به شکل بیمار، عقده‌ای، پنهان و ناراحت در جامعه شویم. اگر جامعه افغانستان 40 میلیون باشه، ما حداقل 10 میلیون LGBTQ داریم. از آنجایی که اینا بسیار میترسن، خود نشان داده نمیتونن، اظهار هویت کرده نمیتونن، ما فقط 2 میلیون شم میشناسیم. 2 میلیون شم که به دلایل بسیار واضحه تانستن شناسایی شون. حالا میریم به سمت ای که LGBTQ چی است. این دلیل همی کلیپ بود. حالا میریم به سمت ای که LGBTQ یعنی چی؟ اینا چی هستن؟ قبل از اینکه من به این بحث بپردازم، البته بگذارین این جمله رو در آخر کلیپ بر شما بگویم. ما فعلا میخوایم بگویم که LGBTQ هر کلمه از این مختصر یا اختصاری از یک هویت جنسی است. جنسیت که حسابش معلوم است، این اختصاری از یک هویت جنسی است. مثلا ال آمده برای لزبیان. لزبیان ها یک طیف کلان LGBTQ هستند. جی برای گی ها هست. گی ها هم به همین ترتیب یک طیف بزرگ هستند. بایسکشوال به معنی بی برای در LGBTQ بی برای بایسکشوال آمده. بای به معنی دو. سیکشوال همو هویت جنسی است یا هویت سکسیستی است که اینا رو به نام دو جنسه گرا هم یاد میکنن. یکی ما دو جنسه داریم که دو جنسه کاملا فرق میکنه که آله تناسلی و خواستگاه یا تمایل دو فرد در یک شخص است که ایره به نام دو جنسه یا ولی دو جنسه گرا بحثش فرق میکنه. او تمایل به دو نوع جنسیت داره، چی زن چی مرد. اینو میگن که بایسکشوال. تی برای ترانس است. LGBT. تی برای ترانس آمده. ترانس از ترانسفرمیشن گرفته شده. ترانس ها بعد از گی ها و لزبیان ها در دنیا بزرگترین طیف LGBTQ هستند و اینا تقریبا در 10 خانواده در یک خانواده ما میبینیم که ترانس دارن. وی در مادرها و پدرها و فامیلای زیاد متوجه بحث شدن که دارن ترانس در خانواده خود دارن. ترانسجندرها زمانی که یک کودک تولد میشه یا آله جنسی مردانه داره یا آله جنسی زنانه داره، توسط مادر پدرها این تثبیت هویت میشه و اعلان میشه که به خانه من دختر شد یا بچه شد، یا ما یک دختر داریم یا یک بچه داریم. با وجودی که علم میره میگه که باید ما صبور باشیم ببینیم که جنسیت واقعی از چی است. بعد از رشد هورمونی و رشد غریزی در کودک تا رسیدن به بلوغ معلوم میشه که این دختر است، بچه است، گی است، لز است، ترانسجندر است، بایسکشوال است، دارکین است، کویر است، چی است. در ترانسجندرها دو انسان در یک انسان زندگی میکنه، یعنی دو انسان در یک قالب زندگی میکنه. چطور؟ ظاهرش وقتی شما میبینین مثلا یک پسر است، اما در درونش از نگاه تمایلات جنسی، از نگاه غلیانات هورمونی و همون چیزی به نام روح که شما میگین که غرایزش کنترل میکنه و هورمون ها
کاملا تمایلات زنانه وجود داره. و یا برعکس، شما یک دختر میبینین کاملا مو رو همه بدن دختر است و حاله تناسلی دخترانه هم داره، اما در درونش یک مرد زندگی میکنه. تمام تمایلات، دوست داشتنها، روابط عاطفی، خواستنها، خواستگاه ها همش مردانه است. چنانچه مثلا ترانسجندر که ظاهر پسر داره و درونش یک دختر است، او بسیار دوست داره در بین دخترها باشه، آرایش کنه، لباس دخترانه بپوشه، فشن کنه و آینده شوهر کنه، مادر شوه و همچین چیزایی. و در بچه برعکس، شما میبینین یک دختر است ولی تمایلات کامل بچگانه داره، دوست داره که لباس بچگانه بپوشه، سرشکل کنه، کلا سبازن کنه و کامل مثل یک مرد فکر میکنه، مثل یک بچه فکر میکنه. یا میگن ترانسجندرها. ترانسجندرها را فقط در بعد از انکشافات زیاد، بعد از رشد انسان ها حتی در دین، هم مثلا در ایران، در کشورهای عربی، در تمام این کشورها یک قسمتی از حقوق و نیازهای از اینا را ارج قائل شدن و اینا را فقط برشان زمینه از این مساعد میشه از نگاه مادی و مالی که اینا برن جراحی های خاصی را که وجود داره جراحی بکنن، یا زن شون یا مرد، یعنی در یکی از پوشه های خود زندگی بکنن و اینا تصمیم میگیرن که آیا آنچه را هستن قبول بکنن یا که نه یکی از داشته های خود قبول کنن، که معمولا 99.99% این طیف بیشتر اون انسان روانی و اون انسان، یعنی انسان روحی، روانی به معنی مریض نه، ما همیشه اصطلاحی داریم روانی که میگیم یعنی دیوانه نه، اون روانی یعنی روحی، انسانی که از بود روحیش است، از بود معنویش است و تمایلاتش تشکیل میده و نیازهایش شکل میده و خودش برای خودش تعریف میکنه، او را ترجیح میدن و تلاش میکنن در طی یک سلسله تغییر تبدیل ها و ترانسفورمیشن بیولوژیک که این به دو طریقه که یکی هورمون تراپی است و یکی جراحی است، اینا تغییر جنسیت میتن و به مسمت حرکت میکنن. اینا میشن ترانسجندرها. یک بخش دیگه هم به نام Q در این 20 سال اخیر در LGBTQ وارد شده. A هم وارد شده. ما داریم LGBTQA. شما نگاه بکنین، از گی به ال آمد، باز بی آمد و سالهای سال در اینجا بند ماند، ولی اکتشافات و سیر و تفحص علمی در این حوزه، یعنی در حوزه ژنتیک و شناخت انسان، باعث شد که امروز اینا کیور هم شناختن و اینا تیر هم شناختن و امروز ما با عنوان استریت ها معرفی کردن. به هر ترتیبش حالا برمیگردیم به این که وظیفه ما استریتا در این موضوع چی است؟ ما چی کار باید بکنیم؟ چرا ما به خاطر از این که ما کم هستیم، به خاطر از این که ما حق کار داریم، به خاطر از این که ما حق مسکن و خرید و فروش داریم، به خاطر که ما حق تجارت داریم، ما حق زندگی داریم، ما حق ابراز هویت داریم، وقتی که میگیم من زن هستم افتخار میکنن، وقتی که میگیم من مرد هستم افتخار میکنن، ما وقتی که تذکره میگیریم نوشته میشه یا زن یا مرد، زن، اگر مرد است نوشته میشه مرد و با افتخاری رو میگیم. ما مثلا بچه ما شوشش داره، دختر ما شوچ ترکایی داره. خب خلاصه ای که به خواستگاری دختران میرن، بچه ها اجازه عاشق شدن دارن. خلاصه ما یک سلسله زندگی شیرینی را برای خودمان در این دنیا دست و پا کردیم و تقریبا حقوق بقیه را همه را برای خود اختصاص دادیم و بقیه اگر در گروه ما میایه خوب، اگر نمیایه ما چیکارش میکنیم؟ سرکوب میکنیم، مسخره میکنیم، اذیت و آزار میکنیم، از بین میبریم. اونم بیشتر ما از سیستم تا نظام تا دولت تا حکومت تا مردم تا فرهنگ تا ارزش و تا دین، این سلسله را من براتون معرفی کردم که این باعثش شده که اگر این ناقص است این بحث ناقص شکل میگیره و اگر این سالم است این بحث سالم شکل میگیره و انسانها در کنار ما اذیت نمیشن. پس ما یک وظیفه بسیار خاص داریم. من فکر میکنم من به عنوان یک فعال حقوق بشر، به عنوان کسی که سالهای عمر من حداقل امسال سال 19 است که من برای فرودستان، برای کسایی که دستشان زیر سنگ دیگران است، برای کسانی که ظلم میشه بر اونا، برای کسایی که اونا به ناحق اقلیت شمرده میشن، اونا به نام اقلیت سرکوب میشن، سهم کمی از زندگی و حقوقشان برشان داده میشه، به عنوان شهروند شناخته نمیشن، مشکلات عدیده در زندگی
نارملشان برشان اتفاق میفته و جای درست و واضحی در قانون اساسی کشور ندارن. من بر از اونا کار کردم، کودکان، زنان و LGBTQ ها یا دیگر باشن و اکثرا کارگران هم در این حوزه بودن. و خیلی های شماها که خودتان فعال مدنی، نویسنده، شاعر، نمیفهمم، روشنفکر، نمیفهمم، مدعی که سبا تخت و تاج بگیرین، مدعی از یک سبا وزیر فلان و فلان شوین، مثلا وزیر نمیفهم معلم شوین، در دانشگاه ها تخت و چوکی رو بگیرین و برین یک چیزی رو بر خورد نسل بشر یا انسان ها و انسان های خانواده ها اولاد مردم بتین. پس شما یک مکلفیت دارین. اویی است که در مورد LGBTQ اولین کاری که میکنین یک آگاهی روزمره خدا برسانین. LGBTQ ها چی است و این آگاهی باید بسیار سالم باشه و از پوشه سانسور نظام و سیستم تیر نشده باشه. شما باید دقیق بفهمین که چقدر موثق است که یک LGBTQ مصنوعی نیست. چیزی که سیستم به خورد شما داده که LGBTQ یا دگرباش جنسی تولید غرب است، تولید هالیوود و بالیوود است، تولید تکنولوژی است، تولید تجارت هست، نمیفهمم و هزار گپ دیگه. شما این پوشه ها را از چشمایتان پس کرده برین، نقاب ها را از رویتان وردارین، حداقل در حوزه خصوصی خودتان برین 4 تا مقاله و تحقیق و پژوهش در این حوزه بکنین تا که پیدا کنین که LGBTQ ها موجودات واقعی روی زمین هستند و مثل من و تو از مادر و پدر LGBTQ زاده می شوند و هیچ چیزی دست خودشان نیست. اون قسمتی را که شما فکر میکنین که یا بیماری است یا عقده و برمیگرده به بیشتر به ما استریت ها برمیگرده. استریت هایی که برشان تجاوز شده، استریتی که پرن زیاد سیل میکنه، استریتی که معتاد است به پرن خودش یک فکت مثل دپولوی همین لست اعتیادآور که مواد مخدر و الکل و دیگه است، 18 یا 16 قلم مواد مخدر است، مواد اعتیادآور است. سکس دیدن و دنیای پرن هم جز اعتیادآورها برای انسان است و استریت ها بسیار در را شیفته هستند. شما استریت ها زمانی که به شما تجاوز شود، زمانی که شما بسیار پرن ببینین، زمانی که جا طلبی قدرت طلبی و حرص شما بسیار بسیار بالا میره، زمانی که شما به خشونت‌های خانوادگی روبرو هستین، زمانی که به زور زن و شوهر داده میشین و در اجتماع از حق احترام اجتماعیتان برخوردار نمیشین، شما به یک منحرف جنسی تبدیل میشین، به آزارگر جنسی تبدیل میشین، به یک متعصب جنسی تبدیل میشین و او بیشتر انحراف جنسی است. نه ای که شما LGBTQ ها رو بیارین برچسب را بزنین. اونا مثل شما این رقمی تولد میشن. مثلا گاهی سوال کردین چرا یک ماکیان بدون خروس تخم میده؟ یک نوع جنسی است، در بین انسان هم است. ما 18% زنایی را در دنیا داریم که اینا بدون مداخله مردان بارور میشن، بدون مداخله یا اینترکورس یا رابطه جنسی باروری دارن، خودشان میتونن خود القا بکنن و این نوعی از LGBTQ هست در دنیا. و این چیزیست که شاید چی میگه؟ ای هست، بله ای هست و این شما باید نمیگم بپذیرین، شما باید مطالعه بکنین، دوام نکنین، جنگ هم خودتان هم بیشتر از این توهین نکنین و انسان‌هایی که غیر از استریت هستن از این بیشتر آزار اذیت نکنین. یکی خویی بس است. موضوع دیگری که با عنوان رسالت خود شما در نظر میگیرین این است که شما مجبور و مکلف هستین که یک کسی که از دروازه میدرای عاجل یک برچسب جنسیتی نزنین. نگوین که زن آمد یا مردم یا گی است، یا به خاطر از این که هویت جنسی خودش هر کس خودش میفهمه، به خاطر که حوزه خصوصی انسان است، خودش میفهمه چی است. پس بگذارین که یک انسان خودش تعریف بکنه و بگویه من کی هستم. مرحله آخری است که با یک جا کردن این 2 تا فکت یا 2 تا توانایی و ظرفیت در ما استریت های باعث میشه که ما از حمایتی که از LGBTQ میکنیم این حمایت ما مضر به اینا واقع نشود. گاگشت از بس که ما معلومات پایین دوزه داریم باعث اذیت آزار این طیف میشیم، قشر میشیم. حالا ما میخوایم که آخرین بحث خود در این موضوع انجام بدم و موضوع خود بسته بکنم. اویی است که هوموفوبیا چی است؟ هوموفوبیا عبارت از LGBTQ نفرتی است.
من خیلی از مردان، زنان، دوستای خودت تا در درون خانواده ما یا اولادای من، چنانچه من بسیار اولادای خود آگاه ساختیم در این حوزه ها. حتی من یک فرزند ترانسجندر، یعنی فرزند خوانده ترانسجندر گرفتم که تا فرزندای من ببینن که جنس چی است و چقدر انسانای خوب هستن. اینا بعضیشون هوموفوبیا دارن، به خاطر که این ناشی از همو. اصلا هوموفوبیا چی است؟ ما از جنس LGBT نفرت داریم، ازشون میترسیم. دو تا کار داریم، میترسیم یا نفرت داریم، دلبد میشیم، کیرک ما میآید. اینا همه به نام هوموفوبیا یاد میشه. چی کنیم که هوموفوبیا نباشیم؟ هر زمانی که ما مورد آزار اذیت جنسی قرار ندادیم کسی را، هر زمانی که ما کسی را با آزار جنسی دچار نکردیم، هر زمانی که ما آزار عاطفی و روانی کسی را ندادیم، هر زمانی که ما سوء استفاده اقتصادی کسی را نکردیم و در تعهدات اجتماعی خود پابند بودیم و چیزی را تحمیل نکردیم به نام پوشش، مثلا پوشش تحمیل نکردیم، رفتار خاص که تو سنگین باش، تو مچم شریف باش، اینا رو ما تحمیل بر جامعه نکردیم و همچنان در ابراز احساسات انسانها رو مجبور و نخ ساختیم که ابراز احساسات، مثلا مردا رو بگیم تو گریه نکن، زنا رو بگیم تو همون شخص چشتی شاقلی خان واری چرا گریان نمیکنی. ما در ابراز احساسات انسانها رو تحریم نکردیم، محکوم به یک کار خاص که خود ما میخوایم نکردیم. اون زمان ما هوموفوبیا نیستیم. و یا زمانی که ما یک LGBTQ رو دیدیم تعجب نکردیم و دست به پیش داوری، قضاوت و تعریف هویتش پیش از اینکه خودش ابراز بکنه نکرده باشیم، میگیم که ما هوموفوبیا نداریم. در غیر از ما هوموفوبیا هستیم. البته من میخوایم در آخر یادآوری بکنم که 25% آزار و اذیت جنسی در LGBTQ ها توسط خودشان برای خودشان میشه. اینا در مورد همدیگر حسادت های شدیدی دارن. اینا از همین زندگی پنهان خود بیشتر اوقات علیه یک دیگه به عنوان حربه استفاده میکنن. مثلا تلاش میکنن که از یک دیگه سوء استفاده بکنن و بلکمیل بکنن هم دیگه و بگوین که خب من تو رو بگیر ملا میتم یا بگیر پدرت میتم یا بگیر معلم و فلانی میتم تا ای که چون تو گی هستی یا تو لزبیان هستی یا تو بایسکشوال یا ترانس هستی و من تو رو مندازم به دهن جامعه. این کار در بین خود LGBT ها فراوان هست و اینا هم دیگر به شدت آزار جسمی میکنن، به شدت آزار روحی و روانی زیاد میکنن و آزار جنسی هم در بین خودشان متداول هست. پس در مورد هوموفوبیا هم امروز زیاد فهمیدین و همچنان آخرین بحث هم اینه که جامعه ناقص باعث شده، جامعه‌ای که ما استریت ها او را ساختیم، ما مسئولش هستیم، باعث شده که احساس گناه رو در LGBTQ ها ما بالا ببریم. اونا احساس گناه بکنن که ما البته یک موجود درستی نبودیم که ناقص آمدیم. احساس بکنن که استریت ها که هستن کمال و جمال هستن ولی ما که هستیم بسیار بیچاره و بدبخت هستیم و خدا ما را زده. و این چیزیست که ما به خورد فرزند LGBT خود دادیم. آخرین جمله ما در این حوزه ای است که تا زمانی که مادر یک مادر کامل نشه و همه فرزندان خود به یک چشم نبینن و پدر یک موجود کامل پدر نشه و در کنار هر نوع فرزند خود ایستاده نشه و حقوق مساوی را بین همهشان تقسیم نکنه، چی دختر، چی پسر، چی LGBTQ، هیچگاه توقع نداشته باشه که من فعال مدنی بتونم برش کار بکنم و یا توقع داشته باشه که اون سیاستمداری که فقط به دهل خوب یا بد رای می رقصه، ببینه مثلا 20 نفر آدم احمق رای دارن، نمیایه به 2 نفر آدمی که صدای درست بالا میکنه نمیرقصه. پس این توقع رو نداشته باشیم که سیاستمدارا بر شما کار بکنن. از خانواده شروع کنین، کنار 10 میلیون LGBTQ افغانستان استاده شوید و این ننگ و شرم شما نهادهای مدنی، شما مادر پدرها و شما سیاستمدارای خائن از تاریخ و جبین افغانستان پاک بکنید.